مسئولان در ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت بلخ از شناسایی و توقف کار یک تن تعویض نویس در ولسوالی بلخ این ولایت خبر داده میگویند آنان پس از این با افراد جادوگر و فالگیر برخورد قانونی نموده و در نهادهای عدلی و قضایی معرفی می نمایند. آمر امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولسوالی بلخ میگوید آنان پس از چندین روز نظارت و تحقیق موفق شدند شخصی را که مصروف شغل دعانویسی و جادوگری در این ولسوالی بود با تعدادی از افزارهای گوناگون دستگیر نموده و در ریاست امر بالمعروف ولایت بلخ انتقال دهند. یک نفر ما روان کردیم که عملا همی کار ببینیم که اینها این کار میکنن یا نمیکنن. و نفر که پیشان رفته و بالا امرای از اینا گپ زده و که تو کتی یک زن سر یک زن عاشق هستم و شما باید نما یک تعویض بنویسین. اینا برشان قبول کرده که تعویض برتان نوشته میکنم در مخانی مخصوصی که سابق در میمنخانه این کار میکردن. آلی در یک اتاق مخصوص یا داخل خانهشان برده بودن که ما اونجا با واسطه چند نفر از امون قریه داخل خانه رفتیم و با این حال فرد مذکور با ابراز ندامت از اعمال خویش اعتراف می نماید که او در گذشته مصروف این شغل بوده و بعد از این به آن نخواهد پرداخت. ما درسته ده ملایی کړی ده تعویضونه مې کول ولې زه چې اوس دی ما ته وایي چې دا کارونه بند دي زه نه کوم خالف د شر دي زه نه کوم په دواړو سترګو زه د علماو خبر منم د ما د اول تا اخره د پلار نه میراث ما ته پاتې علماو سره زه مینه محبت لرم چیرې چې سید ده عالم ده زه د پښو خاوره یم پروا نه لري اوس دا ګناه ما کړې هغه بیا د تاسو کار ده چې ما بخي نه مې بخي ما ته جزا راکوي هغه بیا د دې کار ده ولیکن زه نه وایم چې ما نه ده کړی ما کړې دا ګناه وپوهېدې ما ته ثابت نه و چې ثابته شوه زه بیا نه کوم. در همین حال آمر محتسبین ریاست امر بالمعروف ولایت بلخ از تلاش‌های قاطع این ریاست در امر متوقف سازی کار جادوگران سخن گفته هشدار می‌دهد در صورت سرپیچی از فرمان و عدم رعایت ماده‌های نشر شده از سوی این اداره با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد. از این بعد با طریقه جدیت و قاطعیت که توصیه هم شده از طریق علما و خطبا هم برشان سخنان رسیدگی است. میباید کسایی که سحر و جادو میکنه کسایی سحر و جادو کی میکنه هر کسی که فالچی است بخشی است طالع شناس است امی مردم که است این غیب گوی است اینا را که این دفعه حاضر کردیم فقط در محاکم اسلامی اینا را معرفی میکنیم. گفتنی از وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر کشور پیش از این برای دهانویسان قوانینی را با 14 بند نشر نموده بود که در آن پرداختن به جادو و غیبگویی را حرام شمرده و ممنوع ساخته‌اند. این بود خبرها. تشکر از توجهتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.